بازار تاریخی تهران در پسمانظر آتشبس شکننده بین امریکا و ایران دکان‌ها دوباره باز می‌شوند. سید محمدی متخصص ترمیم قالین‌ها در مرکز بازار روی یکی از قالین‌های معروف ایرانی کار می‌کند. او گفت تاجران چند پیش به دکان‌های خود برگشتند ولی دورنما هنوز نامعین است. الان تو این شرایط جنگی هم که فعلا 2 ماهی بود که تعطیل بود. بعدا تقریبا 5-6 روز اومدیم ما. که حالا توکل به خدا از این به بعد چی میشه، حالا صلح میشه نمیشه، حالا به این شرایط بازار چجوری میشه دیگه. ان شاءالله که خوب بشه. یک صاحب دکان قالین بافی میگوید تجارت آهسته از سر گرفته می شود و قسمی از بارها بارهای زمینی به اروپا انتقال می یابند. در یک دکان خرد در آشیانه دوم بازار محمد آقاسی به برقرار کردن رنگ‌های قالین مشغول است. او میگوید صرف نظر از خطر جنگ باید زندگیش را پیش برد. میایم ما با جنگ تشدید میشه، ما برای مشروع چاره‌ای نداریم، بالاخره باید یعنی مشروعیتی برای مردم داشته باشیم، ما نداریم، یعنی مردم سخت شده. سید محمدی در تخانه خود حرفای آقاسی را درباره نااستوار بودن منبع درآمدشان تکرار کرد. خب شرایط سخت دیگه، حالا کار نکردیم، درآمدی هم نداشتیم، درآمد ما فقط کاره. یک روزی که کار نکنید چی هم درآمدی هم نداریم. فعلا که تا حالا به مشکل نخورد، مگه ادامه نداشته باشه حالا خدا را شکر خوب بوده. اما بعد از ناکام شدن مذاکرات امریکا و ایران در آخر هفته کسی نمیداند که این آرامی نسبی تا کی ادامه خواهد کرد.